نماینده افغانستان در سازمان ملل حملات هوایی پاکستان را محکوم کرد. و گزارش خبرگزاری معمار نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر را به شدت محکوم کرده است. فائق روز سه‌شنبه 4 قوس در صفحه اجتماعی اکس نوشت که این حملات نقض آشکار تمامیت ارضی افغانستان، مغایر منشور سازمان ملل و خلاف اصول حقوق بین الملل بشردوستان است. و از پاکستان خواسته است که فوراً حملات خود را متوقف کند و تاکید کرده که هدف قرار دادن غیر نظامیان هیچگاه مبارزه با تروریسم تلقی نمی شود. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل از شورای امنیت خواسته که برای جلوگیری از تکرار چنین حملات اقدامات فوری و مؤثر روی دست گیرد. فائق همچنان گفته است که راه حل پایدار برای صلح، امنیت و ثبات در افغانستان و منطقه تنها از مسیر تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای ایجاد یک حکومت پاسخگو، فراگیر و مسئول در افغانستان می‌گذرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طالبان شب گذشته اعلام کردند در حملات هوایی پاکستان بر مناطق مرزی خوست، کنر و پکتیکا 10 غیر نظامی جان باختند.